یک برادری در همین داخل مسجد نشسته است. از ما خواهش کردن که زن دارم، لکن به خاطر اون که دست نارسا دارم تأمینات خانه را پره انجام داده نمی توانم، اگرچنده که خیلی زحمت و مهنت زیاد میکنم، لیکن آن مقدار این زن طلب میکند من انجام داده نمی توانم. و این عائله صاحب 3 فرزند هستیم. همراه مادر خود طلب دارد که مرا طلاق ده. و داملای عزیز نمیدانم که چیکار کنم. حتی قوت و شرایطی ندارم که برای رسیه کار کردن مبلغی برای من در کار است. بچه با ناموس، بچه با عبادت، بچه خدا ترس، فقط پروردگار همون فقر و ناداری را امروز نصیب او گردانیده است. و این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکی از این زندگی راضی نیستند و قناعتی که من در اول گفتم در این قناعت، از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است و میخواهد که از این مرد جدا شود. نامعلوم که آینده وی با کی روبرو می شود، نامعلوم که وی چگونه زندگی در روبرو می شود، نامعلوم که این فرزندهایی که از این زن است اینها در کدام روحیه تربیه می یابند. اندیشه اینا نمی کنند، بلکه اندیشه ای که الحال نارسایی که در زندگی وجود دارد در حال برای من طلاق کن. حالا که من 2 روز یا 3 روز شد بین عصر و شام برای این قوم خود در اطراف طلاق صحبت داشتم که حبیب خدا ابغض الحلال الی الله الطلاق میگوید. از همه در بدترین حلال ها به سوی پروردگار این طلاق است. دادرای عزیز، پدرای عزیز، در هر یک عائله کمبودی ها و پریشانی ها و نابرابری ها وجود دارد، لیکن باید این ما با طلاق حل نکنیم. اینا راه های حل دیگر دارد. حبیب خدا طلاق بدترین حلال ها میگوید. ببین اینجا کلمه ابغض استفاده می شود، بدترین. برای چی اینا بدترین گفتند؟ زیرا میدانستند حبیب خدا که بعد طلاق کردن حال این زن خیلی بد می شود، حال این مردم خیلی بد می شود. از این خاطر اینا بدترین حلال ها گفتن پیغمبری خدا. شما تصور کنید که وقتی که دختری شما را همراه فرزندها شوهر طلاق میکند میارد در خانه در نزد شما میسپارد، همون حالت شما کمی اندیشه کنید چگونه حالت است، چگونه منظره خیلی ناخوبه برای شما هست. آیا همین بدترین نیست؟ حالا که حبیب خدا میگوید کدام زنی که برای نرسیدن شرایط یا برای که شوهر او منصب ندارد، پول ندارد، دسترخوان پر از میوه و ناز و نعمت ندارد، اگر برای این شده از شوهر خود طلاق طلب کند، حبیب خدا گفت قسم به خدا گفت بوی جنت به مشام این زن نمی رسد. اگر زنی که از شوهرش ناراضگی بیان کند، از نارسایی طلاق طلب کند، بوی جنت به مشامش نمی رسد. کجا ناز و نعمت جنت برای او بیان کنم؟ بوی جنت که بوی جنت حبیب خدا گفتن از 500 سال راه به مشام انسان می رسد، لیکن به مشام این زنی که از شوهر طلاق طلب می کند به مشام این زن بوی جنت نمی رسد. بسیار باور کنین این التدبیر نصف العیش، با اندیشه زندگی کردن نصف زندگی است. در این فقر و در این ناداری حبیب خدا طاقت داشت. حضرت فاطمه مادرمان دختر حبیب خدا در این فاقه و در این ناداری که چیزی نداشتند در این صبر داشتند. دختر ابوبکر صدیق حضرت اسماء کمبغلی او را کتاب ها یاد میکند، صبر داشتند.
لیکن این خواهر عزیز ما هم ببینید، هم از نعمت شوهر محروم، هم از زندگی خوب محروم، هم از راحت جنت محروم. کجا رفته ایستادی؟ این راهی که خود اختیار کردی بسیار راهی نادرست است، بسیار راهی غلط است. و آن محبت و آن ناز و عشوه‌ای که این شوهر با تو دارد، هیچ وقت شوهر دیگر به تو این خیل محبت و این خیل زندگی البته برپا نمیکنه، اگر چیز رنگی زیبا هم داشته باشی. شجاع کرمانی را خدا رحمت و مغفرت کند، دختری داشت، میگوید بی نهایت دختری با عبادت بود، دختری بود همیشه پایبند عبادت خدا بود، هیچ وقت به سوی حرامهای پروردگار رهسپار نبود، با هر یک مرد بیگانه سلام و همنشینی نداشت. روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختر خود خواست شوهر بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود. در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. به ناگاه میگوید شجاع کرمانی در یکی از مسجدها در آمد، نگاه کرد، یک جوانی را دید مثل این جوانهایی که امروز در عبادتها قایم هستند، خدا را به نهایت خوب عبادت دارد. یک مدت نزد این جوان نشست. بعد این وقتی که جوان عبادت انجام داد، شجاع کرمانی با او سلام کرد و گفت ای دوستی خدا، گفت دختری دارم و برای او شوهری مناسب جستجو دارم و این عبادت تو و این ستاره تو برای من بسیار معقول آمد، میخواهم که دخترم را در نکاح تو درآورم. این گونه طلب کردن قلنگ ها و این گونه گوی مال و ملکی که امروز دختردارها برای شوهر کردن طلب میکنن، این گونه رسم آیین ها اون زمان وجود نداشت. همه این رسم آیین هایی که الحال در ما پیدا شده است که جوانها دیگر زن گرفتن نمیتوانند، دخترها دیگر سین و سالشون هم به 25 و با 30 میروند، دیگر شوهر کردن نمیتوانند، این گونه قاعده و این گونه رسم ها اون زمان وجود نداشت. برادرای عزیز و گرامی، پیش از آنی که دوام قصه را من حکایه کنم، در حق همون دخترهاتان ضامن نشویم. از قلنگ دیده، از مال و ملکی که شما از اون مرد طلب میکنید، از اون دیده شما فقط به خود همین جوان نظر کنید، چگونه جوان است، چگونه مرد است، چگونه شخصیت است، آیا به خدا نزدیک است یا به خدا نزدیک نیست. اینها را شما فقط در نظر گیرید. این جوان گفت، استاد عزیز گفت بجز 3 درهم در زندگیم چیزی ندارم. گفت با کی ندارد؟ برای 1 درمش گفت رفته سر و لباس خرد، 1 درمی او را برای مهر این زن جدا کن، 1 درهم دیگر را گفت برای خوراک در خاندان تیار کن، 1 درهم دیگر در سر و لباس خودت آزاده کن. این مرد میگوید همچنان کرد.
و این حضرت دخترش را برآورد در همین جوان داد. وقتی که میگوید دختر را به خانه بردن، بالای کوزه میگوید یک نان کلان این مرد خریده بود، این مرد، این جوانی عبادت کننده. وقتی دختر پرسید این نان چی نان است؟ گفت این نانی هست که برای فردای تو خریدم. برای فردا گفت، برای طعام پگاه هست گفت. در حال میگوید این دختر گفت من در این خانه گفت زندگی کردن نمیتوانم و نزد پدر آمد. گفت پدر گفت من برای تو گفته بودم که یک جوانی خدا ترس و تکیه کننده به خدا برای من نصیب کن. تو چگونه جوان برای من پیدا کردی؟ او چگونه جوان است؟ گو وی اعتمادی به خدا ندارد گفت. او رزق از خدا نمیبیند گفت. حتی وی گو رزق پگاه را گفت امروز تیار کرده است. پگاه زنده است یا مرده است گو نمیداند. رزق پگاه را گفت امروز الک تیار آماده کرده است. این حیرت دماندن. این خیلی عجیب یک عقیده بهترین و درست این زن داشت که رزق فردا را امروز برای او مهیا میکردن. میگفت این غلط است، این نادرست است. حالان که من باوری دارم که این برادری که در این مسجد ما نشسته است و این زنی که از او طلاق میخواهد، باور کنه در خاندان این یک هفته این خراب وجود دارد. من جواب این مرد همچنان جواب میگردانم که اگر این دختر باز از این مرد طلاق طلب کند، این خیلی نادرست است، این خیلی ناروا است. من گفتم که خوشبختی برای تو نمی آرد. دوم این که تو از همان بوی جنت محروم میمانی. لیکن به نهایت اگر دایره این مرد تنگ کند، میلش برای خاطر این سخن پیغمبر خدا که ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال به سوی پروردگار این طلاق است، بگذار این زن از همین بدترین حلال چشد. بگذار طلاق از این مرد گیرد و روزهای بازپس خودم مشاهده کند که این روزش خوب است یا روزهایی که در نکاح این مرد بود. بعد خودش به خلاصه می آید. الم یجدک یتیما فآوی، تا اینجا تحلیل کردیم. و وجدک ضالا فهدی. پروردگار میگوید ما یافتیم تو را در ضلالت، پس تو را هدایت کردیم. خداوند به حبیب خدا میگوید ضالا خود از ضلالت است. در معناهای عربی خود ضالا معنای ضلالت میدهد. ضلالت لیکن به چندین مفهوم می آید، به چندین معناها تحلیل می شود. یکی گمراه، یکی راه نایافته، یکی ناآگاه، یکی غافل. یکی میگن یک درختی هست در عربستان هم می روید که در اطراف او هیچ درخت دیگر وجود ندارد، ویم ضلالت میگویند. مقصد معنای ضلالت گمراهی را میدهد. لیکن اینجا در راست پیغمبر خدا این گمراهی حساب نمی شود. خدا میگوید و وجدک ضالا فهدی، ما تو را گمراه یافتیم بعدا هدایتت کردیم. مفسرای قرآن میگویند این ضالنی که در این جمله قرآنی استفاده شده است معنای ای را دارد که ای پیغمبر خدا، پیغمبر گمراه نبود، زیرا که وی از خوردی هیچ وقت در شرک نرفته بود، شرکیات قدم نزده بود، وی هیچ وقت بت پرستی نکرده بود. در اون وقتا عرق نوشی که کار عادی بود، حبیب خدا تا دوام پیغمبری عرق نوشی نکرده بود. پس معلوم میشد که حبیب خدا گمراه نبودند.
بلکه گمراهی که در اینجا آمده است معنای این دارد که تو ای پیغمبر از پیغمبری بی‌درک بودی. تو نمیدانستی که تو در 40 سالگی پیغمبر میشوی. تو از قرآن درک نداشتی، تو از ایمان و از کتاب درک نداشتی. اینجا ما تو را یافتیم گمراه و هدایت کردیم، انا این معنا را افاده میکند. حتی که در آیت های قرآن هم باز این آیت قرآن دیگر آیت های قرآن تقویت میبخشد. و ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی الى صراط مستقیم. پروردگار در این آیت قرآن هم چی میگوید؟ و ما تدری ما الکتاب ولا الایمان. ای محمد تو نمیدانستی که کتاب چیست، ایمان چیست، لکن ما با واسطه این قرآن تو را هدایت کردیم. این پروردگار باز در دیگر آیت قرآن هم حبیب خدا را میگوید که تو نمیدانستی که قرآن چیست، نمیدانستی که ایمان چیست، لکن ما با واسطه قرآن از این کتاب و از این هدایت تو را درکدار کردیم. این از معنای و وجدک ضالا فهدی. تو را گمراه یافتیم، تو را بیخبر از قرآن و از پیغمبری یافتیم، بعداً این نعمتهای قرآن و این نعمت پیغمبری را برای تو نصیب کردیم. ضالا فهدی و وجدک عائلا فاغنی. خداوند در دوام این آیت قرآن چی میگوید؟ ما تو را یافتیم عائلا، ما تو را کمبغل یافتیم، ما تو را کمبغل یافتیم، فاغنی، پس ما تو را بای گردانیدیم. مقصد زمانی که تو یتیم ماندی، زمانی که تو از پدر یتیم ماندی، زمانی که عمه تو در پیش تو وفات کرد، از اینها به تو هیچ مالی از دنیا میراث نماند، تو هیچ چیز نداشتی. مودودی در تفسیرش میگوید که از وفات پدر پیغمبر و از وفات مادر پیغمبر فقط به پیغمبر خدا یک مادگاو میراث ماندگی بود، یک مادگاو میراث مانده بود. خداوند همون میگوید که ما تو را در حالت فقر یافتیم و تو را ما صاحب دولت کردیم. صاحب دولتش چی معنا دارد؟ مفسرای قرآن میگوید که زمانی که حبیب خدا 25 ساله بود، خدیجه یا خدیجه میگویم، خود ما خدیجه میگیم، این خدیجهش نادرست است، اصلش خدیجه میگویند. در حدیث ها خدیجه ذکر میشود. خدیجه اینم که از جمله مادرای ما و شما هست، از اولین زن پیغمبر خدا هست. اون زمان 40 ساله بودند و حبیب خدا، این قصه را کوتاه میکنیم، این خدیجه را در نکاح در آورد و مال او را تجارت میکرد. از فیض و برکات پیغمبر خدا مال خدیجه باز افزایش یافتن گرفت و خدیجه را حبیب خدا به نهایت دوست می داشتند، به نهایت، اگرچند زن پیرانسال هم که بود. حتی در روایت بخاری می آید که بار رسول اکرم با جبرائیل یک جا نشسته بودند. بناگاه جبرائیل به حبیب خدا گفت ای محمد، در کوچه گفت در دست خدیجه یک طعام و در یک ظرف شیر دارد، پیش تو آمده ایستاده است. وقتی که نزد تو در آمد، از نام پروردگار و از نام جبرائیل به او سلام برسان. سلام از نام پروردگار و از نام جبرائیل به خدیجه رضی الله عنها برسان گفت و به او بشارت ده که پروردگار برای او یک قصر طلایی را در جنت آماده کرده است. این سخن جبرائیل بود
که روایت بخاری در وجود دارد. وقتی میگوید خدیجه از دنیا گذشتند، حالا که خواهر خدیجه بود، باره میگوید خاندان پیغمبر در آمد بعد وفات اپشان و فریاد زد محمد. وقتی میگوید رسول اکرم آواز حاله را که شنیدن خواهر همون عائله شد، میگوید در حال در چهره حضرت تغییرات پیدا شد و گفت این انشاءالله حاله است. گفت خواهر خدیجه است. گفت عایشه گفت از کجا شناختی؟ گویا هم در چهره گفت مانندی همون خدیجه بود و هم در آواز گفت بسیار مانندی به خدیجه است. گفت و عایشه میگوید این قدر حسده که من نسبت خدیجه زیاد داشتم، اگرچه عایشه مادرمان زن اوله پیغمبر دیدگی نبودند، لیکن میگوید بسیار یک حساسیت زیاد من نسبت او، یک بدبینی گویم، اگه ساده کنیم یک بدبینی زیاد، یک حسد، یک رشک زیاد نسبت خدیجه داشتم، زیرا که خدیجه را حبیب خدا در پیش من بسیار یاد میکرد. حتی باری گفتم که ای حبیب خدا، یک زن پیران سال بود از دنیا گذشت، در عوض او خدا برای تو بهترین زن یک جوان دختر داد، که اشاره به سوی خودش کرد. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت خدیجه برای من بسیار محبوب بود، زیرا که از او من صاحب فرزند شدم. همه فرزندهای من از خدیجه بود. برادرای عزیز و گرامی، من بسیار شما را میدانم که شما حتی تولد پیغمبر را نمیدانید. بسیار شما نمیدانید پیغمبر خدا چند زن داشت، به چه خاطر اینقدر زن زیاد گرفت، سبب زیاد گرفتن زن پیغمبر چی بود، چند فرزند داشت، بسیاری از شما نمیدانید. برای که شما بعضی، من همه شما را در نظر ندارم، برای امت نوگی زبانیه. اگر شما صدقاً حبیب خدا را دوست دارین، هر آینه تاریخ ایشان ورق میزنید میخوانید. برای همه کار دنیا وقت دارین، لیکن برای تاریخ پیغمبرتان خواندن وقت ندارین. شما حبیب خدا اولین فرزندی که از خدیجه یافتن این قاسم بود. رحیق المختوم کتابی که سیرت نبی در بین قریب عدد چه از یادم رفت است چندین هزار کتاب در دنیا جای اول همین رحیق المختوم گرفت. سیرت نبی، قصه های درست پیغمبر خدا. میگوید اولین فرزندی که از خدیجه پیغمبر خدا یافت این قاسم بود، که حتی کنیه چه پیغمبر خدا به نام همین فرزندش گذاشت، ابوالقاسم. همیشه پیغمبر خدا را ابوالقاسم میگفتن، پدر قاسم. کنیه چه از فرزند اولش گرفت. دویم فرزندی که یافت این زینب بود، سومش رقیه بود، چهارمش ام گلثوم بود، پنجمش فاطمه بود، ششمش عبدالله بود که کنیت او طاهر بود، و یک فرزند دیگر از ماریه قبطیه که غلام زنک بود به نام ابراهیم یافتگی هست. 6 فرزند از خدیجه داشت، 1 فرزند از عائله‌اش که ماریه قبطیه بود. بچه های حبیب خدا ابراهیم، عبدالله، قاسم در زمانی که پیغمبر خدا حیات بودن از دنیا همش گذاشتن. دخترهاش هم این چونین، همش در حال حیات پیغمبر خدا از دنیا گذشت، مگر فاطمه که 6 ماه بعد پیغمبر خدا از دنیا گذشت. دیگر همه فرزندای پیغمبر در حالت حیات بودن پیغمبر از دنیا گذشتند. این از تاریخ رحیق المختوم. لیکن در حقیقت وقتی من همین رحیق المختوم بسیار نگاه کردم، بسیار خواندم، این قدر فرزندهایی که از پیغمبر خدا دختراش همش به وایه رسید، همش اسلام آوردن بعد از دنیا گذشتند، لیکن در هیچ کدام همون ما سرتخته را ندیدم، در هیچ کدام همون جمعگی و 7 سر سال ندیدیم که پیغمبر خدا برای فرزنداش همین معرکه ها را برپا کرده باشد. در هیچ کدام همون نگذشت. خلاص گویم خدیجه را حبیب خدا دوست می داشتند.
و خداوند میگوید وقتی ما تو را فقیر یافتیم، ما تو را نادار یافتیم و تو را دسترس کردیم به مال خدیجه، مالی که از جانب خدیجه بود و تجارتی که با او کردی، ما تو را صاحب ملک گردانیدیم. خداوند میگوید عائلا فاغنى فاما اليتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. پروردگار میگوید زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را ناآگاهی از قرآن و از پیغمبری یافتیم و تو را هدایت کردیم، زمانی که تو نادار بودی تو را دارا کردیم، زمانی که تو یتیم بودی ما تو را یتیم یافتیم، برای تو جایگاه دادیم، پس چیکار کن؟ فاما الیتیم فلا تقهر، پس بایستا که بالای یتیم ها قهر نکن، یتیم ها را آزار نده، با یتیم ها همیشه چیکار کن؟ همیشه با یتیم ها هم صحبت باش، یتیم ها را نوازش کن. چگونه جمعه های پیشین برای شما تأکید کردم که بعضی از بی انصاف های از امت پیغمبر خدا یافت می شود که مال یتیم میخورند، پروای یتیم ندارند، مال یتیم تله و تاراج میکنند، فرزندهای یتیمی که در خانه ها دارند اونها را گویم که زیر عذاب و مشقت قرار میدهند، حالان که پروردگار تأکید دارد به حبیبش که بالای یتیم ها قهر نکنید، یتیم ها را عذاب و شکنجه ندهید، یتیم ها را نوازش کنید، یتیم ها را از فرزندهاتان دیده بالاتر قدر اونها را دانید، به مال یتیم نزدیک نشوید. چگونه ابوذر غفاری را حبیب خدا دوست می داشتن، گفت به دو چیز من تو را وصیت میکنم که نزدیک نشو. یکی از اون چی بود؟ این بود که به مال یتیم نزدیکی نکن، هیچ وقت در بالای مال یتیم حکم نکن که مال یتیم بسیار خطری کلان دارد. و در دوام چی گفت پروردگار؟ زمانی که ما تو را یتیم یافتیم، زمانی که ما تو را فقیر یافتیم، دویم این که هیچ طلبنده را از نزد دروازت نران. هر طلبنده که خانه شما می آید شماها حق ندارید که وی دشنام دهید، شماها حق ندارید که اون طعنه کنید، شماها حق ندارید که دروازه را بالای این طلبنده ها پوشانید. و اما السائل فلا تنهر، پروردگار میگوید بالای طلبنده ها شما صدا نزنید، بلند آوازی نکنید، زیرا در یک حدیث خواندم که بسیار طلبنده های هستند که برای امتحان شما می آیند، بسیار طلبنده های هستند که اونها نه انسان نه جینن، اونها بلکه از عالم ملکوت می آیند، اونها بلکه ملائکه ها هستند. پیغمبر خدا می گوید می آیند می سنجند شما را کنی تا چه اندازه شما سخاوت دارید. که یک قصه را در ریاض الصالحین من برای شما گفته بودم، دیگر او را من بیان نمی کنم، که قصه یک شخص کل بود، یکیش پیس بود، یکیش کور بود، که این سه نفر یکی از ملائکه های پروردگار سنجش گذرانیده بود. و اما بنعمت ربک فحدث، آخران آیتی که در این سوره وجود دارد، مقصد در باب طلبنده هم چی مقداری که دارین راضیشان کنین، ندارین با سخن خوب اونها را از نزد دروازه هاتون جواب گویید. طلبیدن هم برای سه طایفه در حدیث ها میگوید جایز است طلبیدن، برای دیگرهاش طلبیدن جایز نیست. حتی در کتاب‌های حدیث دیدیم که بین دو طایفه اگر جنگ شود، برای خلاص کردن اینها مبلغ در کار شود، رفته طلبیده و آورده اینها را برای از جنگ خلاص کردن اجازت می‌دهد. یا برای شخصی که اگر گواه‌ها شاهدها وجود داشته باشند که همین آدم
امروزه خوراک ندارد. اگر همین خیل انسان برآمده از بندگان خدا طلبیدن برای خود اختیار کند، اینم جایز است. یا شخصی که اگر در خانه سوزی خانش می سوزد یا خانش چپه می شود، خواه یک بیماری در خانش پیدا می شود که دیگر شرایطی اینها را نجات دادن ندارد، اگر این آدم برای خود طلبیدن اختیار کند تا که همین کمبودی هاش حل کند، این ده هم جایز است. لیکن بغیر این امروز میبینیم جوانهایی که خرد هستند در بازارها طلبیدن برای خود اختیار کردند. بسیار خوب میشود. میدانم دل همه ما و شما میسوزد. ما و شما هر کدامان همون 20 درم از 10 درم از در دست اونها میدهیم، از روی رحم و انصاف است. لیکن وای عاقبتی خوب ندارد. وای آهسته این جوان اینا برای خود کسب میکند، طلبیدن را برای خود کسب میکند، تا زمانی که هست دیگر این طلبیدن در خون و در وجود او پیدا میشود. ببین حتی طلبیدن اگر در اهل علم باشد، پیغمبر خدا میگوید حتی همون عالم، همون داملایی که برای خود طلبیدن اختیار میکند، دیگر در او هیبت باقی نمیماند. هیبت او، حتی گویم دیگر سخن او در مردم تأثیر نمیکند. وقتی پیشوایی که اگر برای خود طلبیدن اختیار کند، زیرا که طلبیدن حبیب خدا میگوید حلال نیست. کسی که با راه طلبیدن میطلبد و برده و میخرد، این حلال نگفته است پیغمبر خدا. این که در راست عالم ها و پیشوا کو عیب است طلبیدن. لیکن کودک هایی که امروز طلبیدن برای خود اختیار کردن، اینم خطر دارد. اینم آینده اگر چنده که و گویم که در هر یک کاری هم که اگر رفته از پای کارم که شود، در خون او علاقه طلبیدن وجود دارد. او با راه طلبیدن که چند سال حیات خودش سپری کرده است، همه حالت ده. اون یک قصه ها میکنن که یک جوگی دختر میگه یک پادشاه را دادن، لیکن وقتی همون روز طلبیدنش که آمد، اجازت از پادشاه گرفت و برای طلبیدن برای خود روز اختیار کرد. مقصد چی بود؟ الان که پادشاه همه شرایط داشت، لیکن در خون این که طلبیدن که وجود داشت و دیگر قرار نمی گرفت. برای من اگر ما اونا را کمک کنیم و دل سوزی کنیم، فکر میکنیم که امروز باور کنین این جنایت است. برعکس ما توانیم همون جوانها را، پدراشون شناسیم، مادراشون شناسیم، برادراشون شناسیم، از این راه باز داریم. این خدمت امروز در جامعه ما و شما می شود. این یاردم کردن ما باور کنین، این کمک ما میکنیم، این ثواب ندارد. برعکس ما باید چیکار میکنیم؟ باید در این راه، در یک راه طلبیدن باید تیار کرده ایستادیم. این عاقبت در همین جمعیت ما و شما یک شخصی ضرر آور می شود. هیچ فایده از او در جمعیت ما نمی شود. حتی اگر خدا و یک عالم هم که کند، علاقه در خون او طلبیدن وجود دارد. و آخران آیت از این سوره مبارکه این بود که ای پیغمبر خدا، آن نعمت هایی که خدا به تو داده است و یا به مردم برسان. مفسرای قرآن میگوید مطلوب از این نعمت ها عام است، نعمت های چی مادی و چی معنوی. و این نعمت هایی را که پروردگار و پیغمبرش امر کرد که این به گوش مردم رسان، این بود است که قرآن و پیغمبری. این بهترین نعمت است که به مردم رسان که قرآن این کتاب خدا هست و من از جانب پروردگارم پیغمبر اعلان شدم. و در برابر این برادرای خیلی عزیز و گرامی، همه آن نعمت هایی که امروز ما و شما دارا هستیم، اینم از جمله همون نعمت هاست. چه از چشم بینا، حبیب خدا اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی،
اللهم عافنی فی بطنی. حبیب خدا دعا میکردن اللهم عافنی فی قلبی. خدایا عافیت نگهدار چشمهای مرا، خدایا عافیت نگهدار شنوایی مرا، خدایا عافیت نگهدار پایهای مرا، دلی مرا، شکمی مرا. اینا هم نعمتی به سوی از پروردگار هستند که امروز خداوند همه ما و شما را از این نعمتها برخوردار کرده است، چه از چشم و چه از دست و چه از پای و چه از تن صحتی که داریم. لیکن بسیار خوب می شود که هر یک نعمتی که از جانب پروردگار ما میگیریم باید که این جواب نعمت در پیشگاه خدا باید ما و شما در پیش پروردگارمان باید که داده توانیم. افسوس که امروز این نعمت‌های درست، این دست‌ها و این پای‌ها و این چشم‌ها در راه‌های نادرست صرف می‌شود. بسیار جای افسوس است که نعمت‌ها باید در جای خودش صرف شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من جمعه آینده که خیلی جمعه ها از سوال و جواب ها ما و شما دور ماندیم، به سوال های شما ان شاء الله من جواب میگردانم. اینجا یک چند سوال های آمده است، میخواهم این سوال ها را الحال برای شما جواب گویم و بعدا ان شاء الله دعا میکنیم. سلام استاد عزیز حاجی میرزا، خدا علم شما را از این هم زیاده گرداند. ما با اهل عائلمان مخلص دائمی اسلام هستیم. برادر کلانی هم 14 سال کسل روحی است و خودم به شهر مسکو سفر دارم و همین مبلغ کم هم که باشد قبول نمایید برای صرف مسجد و در آخر به من و برادرم دعا کنید که برادرم شفا یابد و سفرم را به خطر گردد. با احترام مخلص شما، من ستار از ناحیه مؤمن آباد از خواجگی نوروز. خدای مهربان دعا میکنیم که این بنده که 14 سال بیمار است خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند و این دادر عزیز ما را خدای مهربان سفرش با فیض و با برار و با صحت و سلامت به خاندانش برگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوالها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام یوروستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله نماز چگونه باید خوانده شود به ما سخت می روند. یکم میگویند که در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذهب وجود نداشت، با ما مذهب در کار نیست. در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسکی محض میکشند و با ما میگویند که این سنت پیغمبر میباشد. سوم در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل همونها نخوانی با تو جنگ و جدال میکنند. چهارم در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم در وقت دعا آمین نمیکنند و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراه اصحاب یک جای دعا نکرده است. ششم میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ هفتم باز میگویند که سخنهای داملاها بسیارش ضعیف است. بابای حاجی میرزا التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها را ما کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید. شهر دوشنبه. انشاءالله من این جمعه آینده از سوالهای اولین خود قرار میدهم
و در راست هر کدام این دلیل هایی که وجود دارد برای شما میارم، برای شما میخوانم که برای چی در دوره های پیغمبر مذهب وجود نداشت، برای چی امروز مردم پیروی مذهبند و اینجا مسئله هایی که پایه ها چگونه گذاشته شود، رفع یدین و دیگر مسئله هایی که امروز خیلی یک اختلافات زیاده برپا کرده است، میخواهم اطراف این هر کدام این برای شما دلیل هایی که وجود دارد. و یک برادر دیگر بیچاره گریه میکند که یک چند همین خیل برادرها نمیگذارند که رفته سر قبر دعا کنند. میگن بالای قبر دعا کردن حرام است، ممکن نیست. چیکار کنیم داملای عزیز؟ این گونه سوال ها امروز بسیار است. انشاءالله من اطراف اینها جمعه آینده با شما صحبت میکنم که بالای قبر افسوس ده، افسوس، هزار جای افسوس است که بالای قبر دعا نکن. دعا بالای قبر حرام است، نامعلوم به چی دلیل حرام است. یا 4 رکعت سنت پیش از جمعه نمیخوانند، اگر خوانی موردی عتاب و موردی گویم که با عقاب او برادرها قرار میگیری. خدا رحمت کند امام شافعی را رحمت الله علیه. خوب میشد که همون برادرها ریاض الصالحین کتابی هست که امام نووی برای ما و شما درست کردن. شخصی هست که مذهبدار و به مذهب اعترافش میکنه. ریاض الصالحین کلش حدیث است، همون حدیث های صحیحی که همونها دعوا دارن در همین کتابی ریاض الصالحین وجود دارد. در زیر زیارت قبر آورده است سخن امام شافعی را که حضرت گفتن بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. این امام شافعی میگوید. سخن امام شافعی است. امام شافعی که میگوید بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. علم امام شافعی را شما تصور کنین و علم یک آدم، علم حاجی میرزا را یا علم یک بابای ایشان دیگر را. اخو امام شافعی بودند، اونا علم داشتند، اونا بیهوده نمیگفتند که بالای قبر آیت قرآن خواندن ثواب است، این نمیگفتند. اگر اون میدانست که ثواب گفتن من خیانتی در اسلام است، والله که او از این سخن پس می نشست. لیکن وای برای چی گفت ثواب است در بالای قبر آیت قرآن خواندن؟ برای چی عبدالله بچه حضرت عمر گفتن بالای قبر من اول و آخر سوره بقره را خوانید؟ برای چی گفتن؟ اگر عبدالله بچه حضرت عمر میدانست که آیت قرآن بالای قبر حرام است، والله که این سخن نمی گفتن که بالای من اول و آخر سوره بقره را تلاوت کنید. حضرت شعبی را میگوید 500 صحابه پیغمبر را زیارت کرد، علم 500 صحابه را داشت، لیکن میگو فقط در 3 جا قرآن نخوانید، در غیر 3 جا دیگر در همه جا تلاوت قرآن کنید. گفتن کجاست؟ گفتن یکم بازار، دوم حمام، سوم آسیاب. 3 جا در قرآن تلاوت نکن، دیگر در همه موضع آیت قرآن تلاوت کنید. شعبی که علم 500 صحابه را داشت. اما امروز بحث من در اطراف چیز بالای قبر آیت نخوان، 4 رکعت پیش جمعه را نخوان که تو در ضلالت و در گمراهی، پیروی مذهب نشو که کسی پیروی مذهب است او در ضلالت و در دوزخ است. این بسیار یک بدبختی است برادر عزیز.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این سوال ها را جمعه آینده هر کدامش برای شما به عصبانی شدن. فقط مرا یک چیز درد میکند که میخواهم فقط پیشرفت در اسلام شود، خفانشینی نشود، اختلاف از بین ما برداشته شود. خواهش من این است، خواهش من گویم که تحقیر و خواهش من گویم که یگان برادر را گویم یعنی تنقید کردن نیست. فقط خواهشم همین است که فقط روز به روز بهبودی در اسلام ما شود، در مردم ما شود. ما اگر دنبال یک مسئله‌ای که خواندم، اگر دنبال یک از اینها را گیریم، با یکدیگر دشمنی کنیم، با یکدیگر گروه بازی کنیم، عاقبت این چی می شود؟ اینا را باید اندیشه کنیم. من ده ها بار گفتم، باز میگویم، من خود پیرو مذهب هستم و همیشه دعوا میکنم و همه شما را باوری میکنم برادرای عزیز و گرامی، کدام تو اگر پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستی انشاءالله نجات میابی. کدام شما اگر ابو حنیفه را دوست میداری، ابو حنیفه را همچو تابعین، همچو گفتی جلال الدین سیوطی که از حدیث های پیغمبر خدا برای ما دلیل آوردن که همون شخصی که علم از ثریا به پایان میارد این ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اگر ما باید دوست داریم انشاءالله نجات یافتگی هستی. ابن عابدین شامی خدا رحمتش کند دنیای اسلام میشناسد و میگوید ابو حنیفه را دوست داشتن سنت پیغمبر است. سنت است که ابو حنیفه را دوست داریم. سخن دوستای خدا ماندگی ما امروز عداوت به کی داریم؟ به شخص داریم که ابو حنیفه را خدا رحمت کند شخصی است برادرای عزیز، شخصی است که وقتی وای برای قاضیگی دعوت کردن، گفتن بیا قاضی شو، چی گفت؟ گفت نه، گفت من قاضی نمیشوم. خلیفه منصور برای چی نمیشوی؟ شاید که یگان حکم نادرست صادر کنم فردا در پیشگاه خداوند من چی جواب میگم؟ این ترس ببین. امروز قاضیگی را میخرن، امروز داملاگی را میخرن، لیکن حضرت ها نخریدن. حضرت ها از این وضعی، از این مسئولیت ترسیدن. پیشگاه پروردگار چی میگویم؟ یک قلم هم میگوید وقتی تیز کرد خلیفه منصور برای تبرک، گفتن ابو حنیفه یک قلم از دستی تو تیز شود در دستی من ده. یک قلم تیز کرده در دست همون پادشاه دادن. بعدن تیز یک خبر بیادش آمد و قلم گفت در دستی من ده. گفت ابو حنیفه گفت قلم گرفت و شکست. گفت چرا شکستی؟ گفت میترسم